حال کل اسلام در 4 مذهب خلاصه کردن. نه 4 مذهب خود 400 سال بعد پیدا شده. اگر میگی 4 مذهب حق است، وی 400 سال بعد پیدا شد. 400 سال پیش مسلمان ها که در 4 مذهب نبود، مسلمان نبودن. این همه عقل داری یا نداری؟ ملاستی، مولویستی، آمیستی، مذاهب برو تحقیق کو 400 سال بعد پیدا شد. همی که یک پشتی مذهب برو، همی مذهب گرایی. بعضی میگه من حنفیستم، بعضی میگه من شافعیستم، بعضی میگه من مالکیستم. این در قرن 4 یکی پشت او مذهب رفت، دیگه پشت او مذهب رفت. یعنی صاحب قذر عالم سوال میکنن، خودم مکلف به قرآن و حدیث میدانستن. در مسائل موضوعات برای عام مشکل پیدا میشد، از یک عالم پرسان میکن. خاص پشت یک مذهب یک امام روان نبودن. بعد از قرن 4 در نیمه قرن 450 سال که تیر شده بود، گرایش به مذاهب پیدا شد. بعضی گفت ما حنفیستیم، دیگه قبول نداریم. بعضی گفت ما مالکیستیم، بعضی گفت ما شافعیستیم، شافعی مذهب. بعضی گفت ما حنبلیستیم. خیلی 400 سال پیش که مردم دمی 4 مذهب نبود، اونا مسلمان نبودن. صحابه در کدام مذهب بود؟ با قرآن حدیث عمل میکردن. والله در قرآن اعلان رضایت بر صحابه کرده که رضی الله عنهم و رضوان، الله از اینا راضی است. خب اگر کل اسلام در 4 مذهب باشه، خیلی اونا در اسلام داخل نبودن. اونا با قرآن حدیث عمل میکردن. کاش که مردم ما شما بیدار شد. در این وقت ملام اکثرش خواب برده است، الا ماشاءالله دوم به یک مذهب ما کم کردن. ما دینمی مذهب هستم، حالا الا نمیتی. نه چرا؟ امام اعظم بود. امام اعظم، حالا امام اعظم خود 100 سال بعد پیدا شد. نه امام که شده 100 سال تیر شده بود. 100 سال پیش مردم امامت کی هست؟ 100 سال پیش، 100 سال پیش از اسلام. یه خود 100 سال بعد از اسلام امام شده. پیش از دیگه امام داشتی یا نداشتی؟ اینمی تعصبات مذهبی است. خصوصا تعصب از یک مذهب اطاعت کردن، این بخید اسلام است.